عبدالفتاح غویب رئیس خدمات گمرکی توجیکستان گفت که در پورا قطع شدن پرونده جنایی علیه برادرش نجمیدین سعیدов رهبری نمایندگی توجیک صادرات در نویای تنغره ذره دست ندارد. واکنش من است که صد بار شکر که ولایت قانون تامین است. در جمهوری ولایت قانون تامین است. در اساس قانون نسبت برادر من با سبب نبودن ترکیب جنایت پرونده جنایتی قطع کرده شده است. نجمیدین سعیدов رهبری نمایندگی توجیک صادرات بانک در تنغره آخرهای سال گذشته بازداشت شد. طبق معلومات سعیدов از یک شهروند $400,000 گرفتنی شده و در وقت دریافت قسمتی از این مبلغ بازداشت شده است. ماه ایونی سال جاری پرونده نجمیدین سعیدov بنابر تصدیق نشدن فکر عیبداری قطع گردید.